سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه با من. توی این ویدیو قرار با هم این مدل کیف رو یاد بگیریم. خیلی کیف کاربردیه، هم به عنوان کیف لوازم آرایش، هم به عنوان مثلا نزدهنده توی کشو برای مسافرت. اگر که قصد درست کردن و دوختن این کیف رو دارین، پیشنهاد میکنم اول ویدیوی شماره 1 رو ببینین. اونم باز آموزش یه مدل کیف ترانسپرنت کوچیک بود. یه سری توضیحات در مورد کلا نحوه دیل کردن با این متریال PVC رو اونجا دادم که دیگه اینجا تکرار نمی کنم. در مورد پای چرختون و کلا نکاتی که خوبه قبل از دوخت بهش دقت بکنید اونجا هست که دیگه یه موقع خدای نکرده توی وقت و انرژی و متریالی که دارین استفاده میکنین اسراف نشه و دوباره کاری نشه براتون. پس دیگه اینجا مستقیم میریم سراغ حساب کتاب کردن ابعاد برش الگومون، دوخت این زیپه و کلا دوخت کل کار. مرسی که همراه من هستین. امیدوارم که آموزش خوبی بشه و شما هم دوستش داشته باشین. برای درست کردن این کیف با ابعاد طول 19، ارتفاع 12 و پهنای 10 سانتی متر شما به یه همچین الگویی احتیاج داریم با این اندازه ها، در نظر گرفتن 1 سانتی متر جای درزتون. ولی مشخصا ما همچین الگویی رو برش نمیزنیم چون که خیلی سخته. کاری که ازتون میخوام اینه که 2 تا اندازه رو حساب کنید. یکی طول به علاوه ارتفاع به علاوه 2 سانتی متر، یعنی 2 تا 1 سانتی متر جای درزمون. یکی هم ارتفاع به علاوه پهنا ضرب در 2. مال من میشه 33 سانتی متر در 44 سانتی متر. از الگویی که ما برش میزنیم یه مستطیل 33 در 44 سانتی متریه. حالا کلا قراره چیکار کنیم؟ این جاهایی که من بنفش کردم جاییه که زیپا دوخته میشه. زیپا رو میدوزیم، تلق و تا میکنیم توی مرکز، درزهای سمت چپ و راست رو کامل میدوزیم و مربعای 5 در 5 بدون در نظر گرفتن جای دوخت یا با در نظر گرفتن جای درز اون مستطیل 5 در 6 سانتی متر از گوشه ها خالی میکنیم و بعد این قسمت هایی که بنفش شده رو میدوزیم. این یه نمای کلی بود از مراحلی که قراره انجام بدیم. حالا مرحله به مرحله همه رو براتون توضیح میدم. خب پس قرار شد زیپ رو به قسمت 33 سانتی متری بدوزیم. پیشنهاد میکنم یه 2-3 سانتی متر بلندتر زیپ رو برش بزنیم به خاطر اتفاقای احتمالی و اینکه اگر زیپتون پشت و رو داره روی زیپ رو به روی تلقتون قرار بدیم و دوخت رو از پشت انجام بدیم. من برای کارهای خودم همیشه زیپ 2 طرفه استفاده میکنم به خاطر اینکه هم کیفیتش خیلی بالاتره، هم اصلا لازم نیست نگران پشت و رو و نمیدونم سرزیپ از کدوم ور بره تو زیپ و اینا، اصلا جای هیچ نگرانی نیستش. ولی توی این آموزش از زیپ معمولی استفاده میکنم که همه این ریزه‌کاری ها رو براتون توضیح بدم. خب دوختتون که تموم شد حالا برگردونین کارو و یه دوخت هم از رو انجام بدین، خیلی با حوصله و آهسته. من سرعت ویدیو رو اینجا 2 برابر کردم چون که دیگه نمای کارتونه. خیلی مهمه که دوخت این قسمت تمیز باشه و اصلا کج و کوله نشه. دقت کنین پایه چرخ من همچنان پایه معمولیه، یعنی چون که پارچه زیپ زیر کار قرار گرفته راحت حرکت میکنه و نیازی نیست پایه غلتک دار استفاده بکنیم. بدون اینکه بخواین 2 تا تیکه زیپ رو از همدیگه جدا بکنید، تلقتون رو تا کنین و زیپ رو لب به لب کار قرار بدین و از پشت دوختتون رو انجام بدین. حالا دوختتون که تموم شد الان میتونید زیپ ها رو از هم جدا کنین که بهتون اجازه بده که این سمت رو هم دوخت روش رو انجام بدین. قشنگ با حوصله تا کنید. کنترل دستتون خیلی مهمه توی این قسمت. باز ببینید من سرعت رو بردم بالا، یعنی خیلی آهسته تر از چیزی که شما دارین توی تصویر میبینین من کار میکنم. هر مرحله تا میکنم، یه 4-5 سانتی متر میدوزم،
دوباره قسمت زیر چرخم محکم میکنم، با دست راستم دارم کمک میکنم که تلق راحت تر به سمت جلو حرکت بکنه تا دوختم تمیز بشه. اضافات زیپ رو بچینید، هر 4 تا قسمت رو، و اگر که احتیاج داشت میتونین با فندک یه کوچولو حرارت هم بدین که نخکش نشه اون قسمت پارچه زیپتون. ببینین این زیپ دندون فلزی معمولی ها یه سمت شما یه سوراخ میبینین، سمت مخالف یه برجستگی میبینین. سرزیپتون از اون سمتی که سوراخو میبینید داخل زیپ میره و اینجا میشه انتهای زیپ. من خیلی خوشم میاد که این ابتدا و انتهای زیپم رو دندونه ها رو خالی بکنم. یه کوچولو هم سخته، از خیلی هم من پرسیدم که مثلا راه راحت تری وجود داره یا نه، کسی راهنمایی نکرد. شما اگه بلد هستین لطفاً به منم بگین. ولی خب خیلی کارو تمیزتر میکنه تا اینکه همینجوری با دندونه ها مثلا بخواین ببرین لای درز، و به خصوص که خب کارمون کاملا شفافه و جای هیچ گونه پنهون کاری نداره، یعنی همه چی معلومه. در نتیجه من خودم ترجیح میدم این کار رو حتما انجام بدم. انتهای زیپم رو هم حتما یه دونه از این بست فلزی ها پرس میکنم و دقت کنین اون سمت انتها رو 1 سانت و نیم و سمت دیگر رو 1 سانتیمتر کچل میکنم این دندونه ها رو، به خاطر اینکه خود این بسته که اینجا قرار پرس بشه تقریبا نیم سانت هست دیگه. در نتیجه منم که جای درز 1 سانتیمتری احتیاج دارم و به خاطر همین حدود 1 و 1 سانت و نیم مناسبه که از هر 2 سمت خالی بشه اون دندونه ها. الان توی این مرحله هستیم، یعنی زیپ ها که به هم وصل شدن قراره توی مرکز قرار بگیرن و دوخت 2 طرف کناره ها رو انجام بدیم. پس من تلقم رو تا میکنم، مرکز رو یه علامت خیلی کوچولو، یه چرت خیلی کوچولو میزنم که فقط در این حد که بدونم وسط زیپم کجا باید قرار بگیره. فیکس میکنم و میبرم زیر چرخ. یادتونه دیگه من همیشه قبل از دوخت با این دستمالای نانو جاهایی که دیگه دسترسی بهش ندارم و پاک میکنم و بعد میدوزم. پایه چرخم و حتما پایه یه طرفه میذارم که بهم اجازه بده روی زیپ حرکت بکنم و مزاحمتی ایجاد نکنه توی قسمت زیپم. حتما 1 بار عقب گرد داشته باشید توی محل زیپ که محکم دوخته بشه، و اینکه کلا من این قسمت رو 2 بار میدوزم به خاطر اینکه ما قراره اون مربع ها رو خالی بکنیم از الگومون و هر جا که شما یه دونه دوخت داشته باشین و کات بکنین خب دوختتون باز میشه دیگه. سمت دیگر رو هم دوختش رو انجام میدیم. دقت کنین زیپتون دقیقاً توی همون مرکزی که علامت زده بودین قرار بگیره، به خاطر اینکه یه ذره بالا پایین باشه دیگه نهایتاً کیفتون کج و کله میشه دیگه، قشنگیشو از دست میده. این قسمت رو خواهشاً خیلی دقت بکنین که زحمتاتون یه دفعه‌ای نره رو هوا. ببینید یه سمت ما جای درز 1 سانتیمتری داریم، یه سمت نداریم. این مربع 5x5 بدون در نظر گرفتن اون 1 سانتیمتر دقیقا مثل این شکل. یعنی اگر که بخوام کامل با اون جای درز در نظر بگیرم میشه یه مستطیل 5x6 سانتیمتر مثل الگویی که توی شکل میبینید. هر 4 تا گوشه رو خالی کردم و حالا میخوام دوخت این گوشه ها رو انجام بدم. اگر توی الگو ببینید قسمت هایی هست که با بنفش هایلایت کردم. برای دوخت این
این قسمت درزتون رو به سمت پایین که میشه مخالف زیپتون تا بکنید مرکز روی مرکز قرار بگیره و دوختتون رو با همون جای درز 1 سانتیمتر انجام بدین. قسمت وسط یا همون مرکز درزتون رو هم حتما یه بار عقبگرد داشته باشید. این مرحله رو 4 بار برای هر 4 تا گوشه تکرار میکنیم. دیگه مراحل دوختمون تموم شده، فقط کافیه با سشوار یا بخار اتو کم حرارت بدین که کیفتون راحت بتونه برگرده، گوشه ها رو کامل در بیارین. دوباره یه حرارتی هم از رو بهش بدین و تمام، کیفتون آماده است. فقط کافیه که تمیزش کنین و ازش استفاده کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. هر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها ازم بپرسین. مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی بعدی خداحافظ. خیلی کار سختیه واقعا، به خصوص اینکه باید هم مثلا خودم ویدیو بگیرم، هم ادیت کنم، هم حرف بزنم، بعدش روش مثلا وایس هم بذارم، بعد نمیدونم صاف و سوس هم باشی، ناخنات هم مرتب باشه. فکر کنم دیگه دارم خیلی قول میزنم. خداحافظ واقعا.